سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با یه ویدیوی متفاوت دیگه. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ به کانال خودتون خوش اومدید. امروز اومدیم که ویدیوی اگه میتونی نخندی رو با هم بگیریم. یعنی میخوام چند تا ویدیو آماده کردم اینجاست، میخوام ببینم که ریاکشن استفان بهشون چیه و میتونه آیا جلوی خندش رو بگیره و نخنده. پس بریم با هم دیگه ببینیم. اولین ویدیو رو نشون استفان بدم. آماده ای؟ بریم ببین. من آمادم. یک کف دست نون برای من میبری؟ دستت مردونه است قربونت. باشه ببین. دستت درد. اینجوری دیگه؟ نه دیگه، بچرخون دستت و انگشتات هم هست. یعنی اصلا تا اینجای آستینت این وسط ساعد اوکیه. بابا جان این که شد نصف نون. دیگه نوشته دیگه. زیاد خنده‌دار نبود چون من همین سریالش دیده بودم و اینکه خب اینم خیلی توی تیک تاک دیده بودم. رژیم گرفتن خانوما اینجوریه. می‌خواست بگه که مثلا رژیم گرفتن مثلا رژیم گرفتن اصلا اینجوری، حالا خانم آقا نداره، ولی خب رژیم گرفتن اینه که آدم اون چیزی که مثلا دکتر گفتن میخواد رعایت بکنه، بعد اون چیزی که شکم خودشو سیر میکنه میخواد رعایت بکنه. آخه میگن که رژیم فقط روز اول سخته چون روز دوم کلا وجود نداره. دقیقاً. بریم ویدیوی بعدی رو با هم ببینیم. بریم ببینیم. خیرت بده مامان، این روبو برام مامانم وقتی میخواد درب روبو باز کنه وقتی من خونم. ولی واقعا هم اینجوریه. مامانم در طول روز وقتی من نیستم اینجوریه. مامانت هم اینجوری بود؟ مامان من نه، بنده خدا اینجوری نبود، ولی خب خیلی مامانا اینجوریان که وقتی که پسراشون هستن تو خونه دوست دارن خب یه سری کارا به نظر خودشون سخت‌تر بدن پسر انجام بدن و که اون کارو خودشون انجام میدن. درسته. بریم ویدیوی بعدی رو نشون استفان بدم ببینم که ریاکشنش چیه در این مورد. به کسانی که جمعیت را سرشماری میکنند چه میگویند؟ نفوس و مسکن. به کسانی که خانم شماره 6 رشته کوه آلپ در کدام قاره است؟ هیمالیا. در کدام قاره است خانم؟ کدام مجلس انقراض سلطنت قاجار را تصویب کرد؟ مجلس خبرگان. سلطنت قاجار، مجلس خبرگان. مجلس شورای اسلامی. تمایل به آزار رساندن به دیگران را چی میگن؟ خبرگان. شورای اسلامی. خانم شماره 6 اذیت و آزار. ولی خدایی چقدر ریلکس در آوردن. خیلی جالبه. این چیز نیستش، این واقعیه. خب یه مسابقه جدیه و واسه خیلی جالب برای من این مسئله که اینا بالاخره از مرحله اول بعد بیان مرحله دوم دیگه، یه امتحانی ازشون میگن، تست میگیرن که میان مرحله دوم که تو مسابقه حالا تصویری شرکت میکنن. مثلا جالبه این توی اولیه چجوری قبول شدن که اومدن دومی دیگه اینجوری کنن. ولی خدایی چقدر بی‌سواد بودن و هیچ اطلاعات عمومی اصلا نداشتن. متاسفانه این به خاطر اینکه رنج کتابخونی کشور ما خیلی پایینه. اطلاعات عمومی پایینه. دقیقاً. خب ببینیم ویدیوی بعدی چیه استفان؟ ویدیو قبلی خیلی جالب بود. آره ببینیم این چیه. جناب جانم ببخشید من پول ندارم، بشم واسم میوه میخرید؟ میگیرم. چی میخوای؟ پرتقال سیب چی میخوای بگیرم من؟ نه پرتقال سیب نمیخوام، من معمولا آووکادو، دراگون فروت، آناناسی چیزی از این میتونی بخری؟ تو من گاهی بکنم خود پسرت حالا این نخورده بودی میباره میگه مهدهان به آووکادو اینو میخواد. دقیقا بچه ها خیلی شما معده شما بچه ها به چی حساسیت دارن؟ چه میوه‌ای شما دوست شما چی دارید؟ میخواد بچه ها؟ چه میوه‌ای میخواد؟ خب ویدیوی بعدی رو آماده ای؟ بریم ببینیم. بریم چیکار میکنی؟ دیگه عروس خانم لالن. شوخی داریم با هم، ببخشید. بگو الان به بیشکار آسایش نمیاد انقدر خشن باشه. چرا تو فیلماش من دیدم فیلمای خشن بازی، آره تو فیلم خشن بازی میکنه، یعنی فیلم خشن بازی کرده، بازی کمدیه، ولی تو اون فیلم مثل فکر کنم ورود آقای ممنوع بودش که مدیر مدرسه بود، از آقای متنفر بود و این سریالش هم فکر میکنم فیلم بود، فکر میکنم اونم الان که دیگه رفته انگلیس و کشف اعجاب کرد و خیلی هم خوشگل و جذاب.
دیگه کشف حجاب نداره دیگه، حجاب و اسلام برده. ویدیوی بعدی بریم ببینیم. چرا محتاط قدم بذاریم؟ خب بالاخره خب سرنوشت خودمونه. یه وقت یه جایی بخوایم اشتباه کنیم ممکنه برای تاریخ این بود رو در برنامه خنده مشترک من رضا یک چیز بسیار عجیبی بود در صحنه. در صحنه شما عجیب، ما هم شنیدیم چه صحنه چه چیز عجیبی. فراموش نمی‌کنه. خب بچه هست دیگه بابا، خب معده‌اش درد میگیره، خب گوز میده. بچه هست دیگه، آدم بزرگش هم گوز میده، چه مثل بچه دیگه. بچه دستش نبود دیگه. دستش هم بود، بالاخره این برنامه رو بعد گوزید بهش. مامان من دارم میرم حمام کنم، تو را خدا نباز آب و باز کنی. نه مامان جان خیالت راحت باشه، من همه کارمو انجام دادم. امیدوارم همینجور باشه که میگی. فقط این چند تا کار کوچیک مونده که باید انجام بدم، کوچیک ها. To give up, if I do something man I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face but honestly I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man I always stay up. Don't let them see you bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't out in. یه چیز خیلی جالب اینه که مگه هنوز خونه‌ای هستش تو ایران که مثلا آب مثلا حیاطو واز می‌کنی، آب مثلا همون سرد بشه؟ مگه اینجوری هستش؟ چون فکر می‌کنم آپارتمان جدید دیگه، خونه‌های جدید دیگه اینجوری نیستش دیگه. خونه‌های قدیمی اینجوری باشن، درسته؟ نمیدونم ولی فکر کنم دیگه الان شرایط، چون یادم مثلا قدیم اینجوری بود، مثلا مامانه مثلا داشت ظرف می‌شد مثلا تو همون داد می‌زنه مامان شیر آب یخ کرد. خب به خاطر لوله‌کشی‌های نامناسبش بود، ولی فکر کنم الان دیگه اونجوری نباشه، درسته؟ بریم بعدی ببینیم. بعدی. خانوما تو کوچه اسلام میرید جاپات صدا نکنن، برگردید ببیند کی داره میاد ببینده. جاپات زن تو کوچه نباید صدا بده، زن نفس نکشه دیگه. کفشش تاق 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 کوچه نباید صدا. کلا اگه به این آخونده باشه کلا خانوما اصلا نباید نفس بکشن. خانوما کلا برن بمیرن اگه دستی اینا باشه. متاسفانه به نظر من این فیلمت به جایی که خنده داشتش واقعا گریه داره. آره طنز تلخ بود. واقعا تلخ بود. طنز بود ولی تلخ بود. خب بچه‌ها بریم ویدیوی آخر رو با هم دیگه ببینیم. امیدوارم که تا الان لذت برده باشیم. امیدوارم که دوست داشته باشین. آره ببینیم ریاکشن استفان چیه. اوی دفتر خاطراته چقدر لینگریه این کارا. و اینقدر از مردایی که خاطراتشون رو یادداشت میکنن خوشم میاد. وای من حالم به هم میخوره از این مردا اینا رو. به نام برای خدا نوشتم. برای خدا. تو شعرم میگفتی؟ مثلا یه ذره یکی رو دوست میدارم ولی افسوس هرگز میدارم. چقدر با احساس. آره خیلی دیونه بودم. کیه؟ عزیزم نگاه کن قلبو به چه گندگی یه تیر توشا خونه رو نگاه کن داره میچکت وای شمو نگاه کن چه خطم دورش کشیده. این پروانه سیا ملخه این قرار بود پروانه بشه؟ نه قبل پروانه شدن این ملخ. عزیزم این چشی کیه؟ چشم مادرم. تزایی هستن شبیه چشم مادرتون نیست. نه دری آشپزخونه یهو نگام کرد لوچ تصریح میشه. بد کشیدی عزیزم. ببخش 5-8-83 عزیزم فکر کنم اونجا حدودی 18 سالتون بوده. اولین بار که تو را دیدم دل از کف بریدم. مادرم شما مگه مادرتون وقتی که میرفتین مدرسه با شیردون میداد ندیده بودین؟ کاهل بودیم نادون بودیم. آدم تا 18 سالگی مادرش نمیدید. یهو نگاه کردم دم مادرم رو برون وایساده چه زیبا و چه قشنگ و چه عالی و مادرم. 7-6-84 عشقم رفتنت را هنوز باور نکردم. تو امروز از پیش ما رفتی؟ مادرم رفت. مادرم یهو گفت مرد زندگی نواخت شده طلاق. بابام گفت باشه برو. منم نوشتم که رفت یهو مادرم رفت. بچه‌ها خیلی جالب بود و خیلی خندیدیم و این به خصوص ویدیو آخریه. این اسفندیار من خیلی دوست دارم. لهجه‌اش خیلی شیرینه. من خودم حقیقتش هیچ وقت دفتر خاطرات نداشتم و اینکه اصلا با نوشتم میونه خوبی نداشتم. حالا دفتر خاطرات کسی رو
خوندی؟ زیاد. اصلا یکی از چیزای مورد علاقم این بود که میرفتم یواشکی، البته حالا مثلا از بابت دوست دختر اینا که نه، ولی مثلا دختر خاله‌هام و اینا یواشکی مثلا خب 5 سال من بودم میرفتم دفترچه‌های خاطراتشون یواشکی کش میرفتم، بعد میشستم دفتر خاطراتشون میخونم. به یه خیلی جالب بهتون بگم بچه‌ها، از دوران فضولیت خود من انقدر فضول بودم، این میومدن دفتر خاطراتشون رو به صورت خطای رمزی مینوشتم. من یک شب تا صبح میشستم رمزاشو همه رو در میآورد، همه رمزاشو در میآوردم، رمز شکافی میکردم که اینا دفتر خاطرشون چی نوشته، اینقدر فضول بودم. اینم خاطره ما بودش. آره اینم از رمزگذاری و رمزگشایی ما بودش. خب بچه‌ها خیلی خوشحالم که ویدیوی ما رو تماشا کردین. امیدوارم که دوست داشته باشین. اولین ویدیوی ریاکشن ما بود. اگر دوست دارین که بازم از این قبیل ویدیو ساخته بشه حتما برامون کامنت بذارید و به ما بگید. دوستان حمایت کنید از ما. بچه‌ها ما کانالمون کانال تازه است، از ما حمایت کنید. ممنونتون میشه حمایت کنید. کامنت بذارید. اگر که دوست داشتین بازم این ریاکشن رو واسهتون بذاریم. حالا این اولین ریاکشن کمدی خنده‌دار ما بود و سعی می‌کنیم که راجع به چیزهای مختلف ریاکشن بزنیم و اینکه چیزهای آموزنده و جالب هم تو برنامه‌مون قرار بدیم. کامنت، سابسکرایب یادتون نره. لایک یادتون نره. بچه‌ها سابسکرایب کنید بچه‌ها. کسایی که با VPN میان، من یک رفرش کردم بیشتر سابسکرایب ها پریدش. کسایی که با VPN میان سعی کنن با VPN آلمان میاد. اگه VPN از طریق ایران دارین نگاه میکنین، حتما وقتی VPN و فیلتر شکنتون رو روشن میکنید سعی کنید IP و کشور آلمان انتخاب کنید. روی کشور آلمان فیلتر شکنتون رو روشن کنید که بذارید وقتی که مثلا شما ویدیو یوتیوب ما رو میبینید، چون یوتیوب تو ایران فیلتره، یا مثلا ویو های ما نپره یا مثلا لایک های ما نپره، چون اینجوری همه درسته. البته خب این مقدار سخته که همه از VPN ایران از VPN آلمان استفاده کنن تو ایران، ولی خب بچه‌ها سعی کنید کنترل کنید که و ببینید که سابسکرایبتون نپریده باشه، چون هر سری که شما ویدیو وام می‌کنید ممکنه چون شما رو به صورت ربات در نظر بگیره VPN تو چیزتون سابسکرایبتون بپره. ممنونم که برنامه ما رو دیدین. تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدار.